مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله از بازداشت 3 نفر خبر داد که در حدود شهر دوشنبه و ولایت سوغد و ختلان حدود 200 بانکمات پولگذرانی از جمله 92 بانکمات اسخاتا، 99 بانکمات ترمینال بانک هومو و یک ترمینال سپیدامین بانک را زده شکسته پولهای در درون بانکمات ها گذاشته شده را به یغما بردند. تنها از 92 بانکمات اسخاتا غارتگران در عموم 600,000 سومون پول نقد را تصرف کردند. گفته می شود که ضرر رسانده شده به هومو و سپیدامین بانک نیز مبلغ بزرگ را تشکیل می دهد. این حلقه جنایی را کارمندان شعبه دوم میلیس نویه سینوی پایتخت معین و دستگیر کردند. بنا به گزارش سراج الدین شکوری، سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، رهبر این گروه جنایی فرهاد حسنوف 32 ساله ساکن نویه تیمورملک بود که قبلا با جرم دزدی سوق شده است. به او در غارت بانکمات شورت قربانوف ساکن 32 ساله نویه جلال الدین بلخی و مونیس ظهورزاده ساکن 23 ساله شهر کولاب هم دست بودند. گفته می شود غارتگران با تیاره مخصوص با اسباب‌های برنده و شکننده و در روی نقاب در دست پوشک شبانه اساساً بانکمات‌های مبلغ گذرانی بانک‌های اسخاتا، هومو و سپیدامین بانک را هدف قرار دادند. بر علاوه شورت قربانوف یکی از دستگیر شدگان به آن ابدار می شود که همراه شیرزاد صاحبزاده و ساربان قاسموف ساکنان 32 ساله نویه جلال الدین بلخی که هر دو قبلا برای روزنی زندانی شدند نقشه ربودن رئیس شرکت کوکاکولا در ولایت ختلان و سیف این کارخانه ربودن پول زیاد را کشیده است، ولی این نقشه آشکار شده است. به ضد دستگیر شدگان بر اساس ماده 244 و 249 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام دزدی و روزنی پرونده های جنایتی گشودند. به آنها برای دزدی به مبلغ مخصوصا بزرگ از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی همچون جزا تا 12 سال زندان و برای روزنی تا 20 سال زندان تهدید میکند.